سلام دوستان، شبتون روزتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید. ببخشید که داریم با تأخیر شروع میکنیم. اگر که صدای من حالا تصویر تخته رو دارید به هم بگید که زودتر بریم توی مبحث. عالی. برای اینکه حالا مشکل پهنای باند اینا نداشته باشیم، من تصویرم هم قطع میکنم تا انتهای چیز که دوباره برمیگردم خدمتتون. خیلی خوب. اوکی. حالا من چون بحث امروز هم بحث طولانیه، زودتر میرم تو مبحث. بعد اگر پرسشی از همین جلسه و جلسه قبل داشتید حتما بپرسید. خیلی خوب. این جلسه که جلسه دوممون باشه، میخوایم راجع به شورت ترم مموری یا حافظه کوتاه مدت که یه مشکلیه که آرننا باهاش مواجهن صحبت بکنیم، که حالا بهش لانگ ترم دیپندنسی پرابلم هم گفته میشه و برای حلش بریم سراغ مدل های پیچیده تری مثل LSTM. خیلی خب، یه یادآوری من از آرنن لازمه که انجام بدم. توی آرننا فرض کنید که یه مثال بزنم، مثلا یه جمله رو در نظر بگیرید، یه چیزی نوشته شده، بعد so he goes to مثلا فلان، یه همچین جمله رو در نظر بگیرید. خب فرض کنید اینو میخوایم برای یه تسک NLP توسط RNN پردازشش کنیم. مثلا تسک NLP مون هم چیه؟ تسک NLP مون هم فرض کنید لنگویج مدل. لنگویج مدل یا مدل زبانی چیه؟ مدل زبانی یعنی شما یه مدل یادگیری ماشین می‌خواید بسازید که نکست توکن رو پیش بینی کنه. یعنی در هر لحظه توکن بعدی یا کلمه بعدی رو می‌خواد پیش بینی کنه. درسته؟ RNN این جمله رو چجوری پردازش می‌کرد؟ این کار انجام میداد دیگه. ما گفتیم یه دونه در واقع حالا سلول RNN طراحی میکنیم و میایم دونه دونه ورودی هامون رو بهش میدیم. حالا از قبل چون یه سه نقطه‌ای داشتیم یه سری ورودی اومده بوده، بعد اینجا ما سو رو بهش میدیم، در خروجی چی به ما میده؟ در خروجی مثلا کلمه بعدی نکست توکن رو پردیکت میکنه، فرض کنید هی رو برمیگردونه. بعد همین خروجی که حالا البته یه برداره در واقع دیگه، که این برداره رو بعد ما تبدیلش به کلمه کردیم، این خروجی رو دوباره، پس این فلشه همین فلشه اینجاست، میتونم از اینجا بگیرم برای بهتر شدن نمودار از پایین کشیدم. میریم یه بار دیگه همون RNN رو با همون وزنا اجرا میکنیم. خروجی که تو مرحله قبل یعنی هی که گرفته بودیم رو به عنوان یکی از ورودی ها بهش میدیم. اون یکی ورودیمون چی میشه؟ مثلا هیچ دیگه، همین هی رو بهش میدیم دیگه، به عنوان ورودی اینو میدیم و نکست توکن رو پردیکت میکنه. درسته؟ مثلا میگه goes. درسته؟ خب بعد این خروجی رو بهش میدیم و یعنی goes رو بهش میدیم، میره بعدی رو پردیکت میکنه. درست؟ این به این شکلی همچین حالتی میتونست پیش بره. خب نگاه کنید، زمانی که میخواد گوز رو پیش بینی کنه، چرا گو بر ما بر نمیگردونه؟ چرا مثلا ونت بر نمیگردونه؟ به این هیه داره نگاه میکنه دیگه. این هیه رو میبینه، یا در واقع این خروجی مرحله قبلش رو داره میبینه و بر اساس این گو بر نمیگردونه، گوز بر میگردونه. خب ما به این ویژگی که الان هست، ویژگی چیه؟ ویژگی که یعنی در واقع این گوز به یه دونه مثلا ورودی قبلش وابستگی داره، میگیم شورت ترم دیپندنسی. میبینید این گوه، این هیو اگه ما بتونیم خوب مدل بکنیم، این میفهمیم که باید گوز باشه. این یه ویژگیه که توی داده‌های سیکوئنشیال هست به اسم شورت ترم دیپندنسی که خب RNN‌ها خیلی خوب از پسش برمیان. یعنی مثلا اگر داده شما فقط وابسته به دیروز و پریروز و مثلا پس پریروز باشه، RNN خیلی راحت میتونه از پسش بر بیاد، چون میتونه این کانتکست رو به راحتی ببینه. حالا بریم یه مثال دیگه با هم ببینیم که یه ذره پیچیده تره. مثلا مثال چیه؟ مثال اینه. ما یه جمله داریم don't eat that مثلا tasty ice cream. درسته؟ اون بستنیه، حالا مثلا خوشحال دارم. خب اینجا یه تسک NLP دیگه داریم. تسکی که داریم چیه؟ intent recognition. intent recognition یعنی چی؟ یعنی شما یه جمله رو به عنوان ورودی بدین، مقصود اون جمله به عنوان خروجی برگرده. یه سری
اینتنت یا یه سری مقصود خودتون از قبل تعریف کردین، این در خروجی باید یکی از اونها رو برگردونید که این جمله داره میگه چیکار کنیم. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید جمله اینه که برام مرخصی ثبت کن، برام نمیدونم بلیط هواپیما رزرو کن. این همه یه سری قصد و نیتی که کاربر میتونه داشته باشه و شما میخواید بخونید و این قصد و نیت رو بفهمید. حالا فرض کنید یه همچین جمله‌ای رو ما باهاش روبرویم و میخوایم اینتنت ریکگنیشن انجام بدیم. RNN چجوری میتونه اینو هندل کنه؟ هیچ. don't اینجا میاد وارد میشه، درسته؟ حالا با این خروجی که میده مستقیما کار نداریم، این خروجی رو میدیم به مرحله بعدی RNN. مرحله بعدی واژه بعدی رو میدیم، توکن بعدی رو میدیم don't eat، بعد توکن بعدی that، توکن بعدی یه بار دیگه این همون شبکه است هی داره بارها اجرا میشه. بعد میایم چه بهش میدیم؟ آیس کریم رو میدیم. خب و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ ما با این خروجی ها در هر مرحله هیچ کاری نداریم، درسته؟ تو هر مرحله آخر سر با این خروجی نهاییه که ما کار داریم. این خروجی نهایی که اینجا داریم رو میایم برای اینکه اینتنت رو ازش پیدا کنیم میدیم به یه شبکه فید فوروارد، تهش اون اینتنت رو از این شبکه میگیریم. فرض کنید یک کلاسیفایر دیگه، شما اگر مثلا 10 تا اینتنت تعریف کرده باشی، این یک کلاسیفایری که بین این 10 تا قراره یکی رو انتخاب کنه و ورودی این فید فوروارد این برداریه که تو مرحله آخر، تو آخرین اجرای شبکه عصبی برگشتی ما بهش در واقع به دست میاد. خب بچه به این برداری که این آخر سر ما داریم میگیم کانتکست وکتور. کانتکست وکتور. خب حالا این اسمش هم گفتم تو ذهنتون باشه. حالا در مورد این کانتکست وکتوره توجه کنید. اگر این کانتکست وکتور این کانتکست وکتور اومده دونه دونه این شبکه عصبی ما این واژه‌ها رو دیده دیگه. شبکه عصبی ما اول دون تا دیده، بعد ای تو دیده، همینجوری که داشته اینا رو میدیده میرفته جلو، هی داشته در واقع اون استیت داخلیش آپدیت میشده. حالا وقتی رسیده به اینجا و این استیت نهایی یا این کانتکست وکتور رو داریم، میخوایم ببینیم کدوم یک از این داده ها رو داره توش و کدوم رو نداره. دقت بکنید که این دونت اینجا مهمه. اگر دونت رو نداشته باشه داخلش، ممکنه فقط ایت و دت و تیستی و آیس کریم رو داشته باشه. بعد اینتنت ما کلا عوض میشه دیگه، به جای اینکه بستنی رو نخوره میره بستنی رو میخوره، درسته؟ بنابراین توی یک کانتکست خیلی طولانی تری ما لازمه که این دیپندنسی رو در واقع شبکمون یاد بگیره. ما به این میگیم لانگ ترم دیپندنسی. دیپندنسی توی حالا دیپندنسی طولانی مدت تر. و این یه مشکله برای RNN، یعنی در واقع لانگ ترم دیپندنسی پرابلم میگیم بهش. چرا مشکله برای RNN؟ چون RNN حافظش اونقدری بلند نیست. حالا شاید مثلا RNN تو همین جمله don't eat that tasty ice cream مثلا don't رو حفظ بکنه، ولی یه ذره طولانی تر بشه کانتکست رو یادش میره، کانتکست عقب تر رو. یکم بهش فکر کنید، شهودی ببینید میدونید چرا یادش میره. ما در هر مرحله هی داریم اول دونت رو میبینیم، این استیتمون رو اول یه استیت اولیه‌ای که مثلا صفر بوده، هیچی نبوده، یه استیت اولیه وارد شده دیگه داشتیم. دونت رو که دیدیم این استیت رو یه ذره دستکاریش کردیم. بعد ایت رو که دیدیم همون استیت رو یه کوچولو دستکاری کردیم، دوباره دستکاری کردیم، دوباره دستکاری کردیم، دوباره دستکاری کردیم. هر چی ما داریم این استیت رو دستکاری کنیم. استیت چیه؟ یه وکتور دیگه، یه برداره، یه بردار عددیه. مثلا شما حالا بگو مثلا 16 تا 32 تا عدد در واقع حقیقیه. خب به هر حال هر لحظه داره دستکاری میشه و هرچی بیشتر دستکاری میشه انتظار میره که اون فاصله دورتر از بین رفته باشه داده هاش. خب و یه جوری این کانتکست وکتوری که ما اینجا داریم که یه برد داره خیلی بیشتر داده های مربوط به مثلا آیس کریم رو داره یا نهایتا تیستی رو داره تا دونت رو، درسته؟ یعنی از نظر شهودی اگه بهش نگاه کنی یکم به نظر میاد که میک سنس میکنه. من اینجا یه تصویر هم بهتون نشون بدم. خب این الان یه جورایی یه RNN نگاه کنید. what time is it رو مثلا داشته نگاه می‌کنه. اول what رو دیده، استیتش رو تغییر داده، این رنگی که می‌بینید رنگ what دیگه. خب استیت what رو گرفته. بعد رفته تایم رو دیده، حالا هم what رو حفظ کرده هم تایم رو، یعنی یه جورایی دانشش و اون رپرزنتیشنش رو داخل خودش نگه داشته. بعد رفته ایزو دیده، هر بار هر چیزی که میبینه به نظر میاد نصف استیتشون آخریه میشه و بقیه یه جورایی تو اون فضای نصف دیگه نگه داشته میشن.
ایت رو میبینه باز همونجور که میبینید وات خیلی کم رنگ تر شده و این مرحله آخر به علامت سوال که میرسه دیگه اون وات شاید کم رنگ شده باشه و شاید مثلا توی این مرحله فقط ایز ایت رو داشته باشه و بعد نتونه بفهمه ما اصلا راجع به زمان میخوایم صحبت کنیم. خب یه همچین حافظه کوتاه مدتی داره و ما به این مشکلی که RNA دارن میگیم چی؟ short term memory یا حالا همون long term dependency problem که گفتم بهتون. بنویسمش هم اینجا که پس این long term dependency problem و این هم short term memory. خب پس از نظر شهودی و بدون پرداختن به ریاضیات ما میتونیم درک بکنیم که چرا حافظه RNN ما کوتاه مدته. یه جورایی این RNN همون ماهی قرمزه است، اونقدر حافظش هنوز درست و حسابی نیستش. خب پس الان درک کردیم، ولی حالا به نظر شما این شهودی که داریم درسته؟ یه چیزی من بگم، این سایز کانتکست وکتور که در واقع سایز اون هیدن استیت داخل RNN نمونه دیگه، یعنی تعداد نورونایی که داخل این RNN نمون داریم، ما اینا میتونیم هر چقدر دلمون خواد تعریف کنیم. بنابراین از نظر تئوری ما میتونیم توی هر RNN نمون میلیون ها هزاران نورون بذاریم، هزاران یونیت بذاریم و یه جورایی این استیتی که داریم، هیدن استیتی که داریم، یه برداری میشه با طول میلیون ها در واقع عدد. خب پس از نظر تئوری ما این بردارمون رو میتونیم انقدر بزرگ بکنیم که هر کدوم از اینا یه جایی از اون بردار جا بشن. درسته؟ از نظر تئوری بخوایم به قضیه نگاه کنیم، این بردار رو ما اگر بزرگش بکنیم به اندازه کافی، هیچ وقت نباید با این شورت ترم مموری روبرو بشیم. خب این کار رو انجام دادن بعد از اینکه RNN رو دیدن که به مشکل میخوره و این قضیه شهود بهشون میگفت که این بردار نمیتونه همه چیز رو داخل خودش نگه داره و خب به هر حال ظرفیتی داره، اومدن این بردار رو بزرگ کردن به اندازه کافی، ولی باز به یه مشکلی برخوردن. یعنی باز به یه مشکلی که ندیدن باز نمیشه، باز هم این RNN با این که بردارش رو خیلی بزرگ کردن اما همچنان ماهی قرمزه، هنوز حافظش ضعیفه. به نظر شما چرا؟ صدا قطع و وصل میشه دوستان؟ اوکی. خب به نظرتون چرا بعد از اینکه این بردار رو بزرگ کردن هنوز دیدن که حافظه ضعیفه؟ آها آفرین. قضیه این بود که خب تا مدت ها نمیدونستن، یعنی سوال بود که اوکی پس چرا ما که این بردار رو بزرگ کردیم؟ تا سال 1994 بنجیو و شاگردش در واقع روی این موضوع کار کردن. بنجیو میدونید دیگه یکی از معروف ترین آدماییه که تو حوزه NLP و دیپ لرنینگ در واقع آدم شناخته شده روی موضوع کار کردن و مشکلش رو فهمیدن چیه. قضیه اینه که ما از نظر تئوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم، یعنی ما میتونیم بردار کانتکست وکتورمون رو انقدر بزرگ بگیریم که همه دانش رو داشته باشه و طبیعتاً این W هایی که این وزن‌های قابل آموزش و پارامترهایی که داخل RNNمون هست رو باید مقدار بهینه‌شون رو پیدا کنیم. اگر یه عالمی از غیب بیاد و W هایی که لازمه رو به ما بگه، همه این W رو بهمون بده و ما این W ها رو بذاریم توی RNNمون کار میکنه. اون long term dependency هم مشکل long term dependency هم نداره، میتونه در واقع حافظه خوبی داشته باشه. ولی اون عالمه از غیب نمیاد و به ما W ها رو بده. ما این W ها رو خودمون به کمک حالا به کمک الگوریتم های بهینه‌سازی و همینطور ریاضیاتی که پشتشه پیدا میکنیم. یه مسئله بهینه‌سازیه که حل میکنیم. در واقع یک الگوریتمی هست که خب اکثر دوستان با توجه به این که با شبکه‌های عصبی آشنا هستن قطعاً این الگوریتم رو شنیدن. الگوریتمی داریم به نام چی؟ بک پروپاگیشن، که این الگوریتم بک پروپاگیشن کارش اینه که در واقع آموزش این شبکه‌های عصبی رو انجام بده. خب این که حالا بک پروپاگیشن چه جوری کار میکنه با دیتیل من نمیرم توش به خاطر اینکه مجبوری وارد بحث‌های ریاضی بشیم، ولی خیلی خیلی کلی بخوام بهتون بگم بک پروپاگیشن اینجوریه دیگه که ما یه شبکه عصبی رو داریم، یه ورودی به این شبکه عصبیمون میدیم. فرض کنید که مثلا یه شبکه عصبی حالا مثلا فیت فوروارد، خب اینجا یه سری W، یه سری پارامتر و اینا وجود داره که ما این پارامترها رو باید بهینه کنیم. بعد این دوباره میاد به یه لایه دیگه، دوباره این لایه هم یه تعدادی W و اینا داره، دوباره یه لایه دیگه، خب این هم W خودشو داره. در نهایت یه خروجی به ما میده. درسته؟ یه خروجی به ما میده که حالا
ما موقع آموزش دادن شبکه ورودی و خروجی ها رو تو مجموعه دادمون داریم. درسته؟ ورودی که میدیم و خروجی که باید بگیریم رو داریم. میایم به اول از همه وزنا رو رندوم میچینیم، یه سری اعداد رندوم میذاریم این تو شبکه ما، یه وایی رو پیش بینی میکنه. بعد ما میایم اون وایی که واقعا باید میبوده رو از توی مجموعه دادمون نگاه میکنیم، میگیم خب شبکه تو این وای رو پیش بینی کردی ولی اینو باید پیش بینی میکردی. درسته؟ این دوتا رو، یعنی وایی که شبکه‌مون پیش بینی کرده و وایی که باید پیش بینی شده رو میدیمش به یه تابعی، وارد جزئیاتش نمیشم، به نام تابع لاس فانکشن. که کار این لاس فانکشن چیه؟ اینه که ببینه این دوتا چقدر از هم اختلاف دارن و یه خطایی رو بر اساس اون بهمون بده. مثلا فرض کنید تفریقش میکنه، همین چیز. خب ولی خب پیچیده تر از این حرفاست. ولی این تابع شروع میکنه این دوتا رو ببینه که چقدر از هم دورن و یه خطایی رو پیدا میکنه. حالا این خطا خودش یه تابعی یا یک متغیر وابسته ای به تک تک این پارامترهایی که میخوایم آموزشش بدیم. درسته؟ این W ها هر کدوم یه سری متغیر مستقلن که این ارور خودش متغیر وابسته به اوناست، یه تابعی از اوناست و ما میتونیم با استفاده از همین الگوریتم بک پروپاگیشن و روش‌های ریاضی گرادیانت دیسنت چیکار کنیم؟ بیایم میزان تاثیر تک تک این W ها روی این ارور رو پیدا کنیم. بگیم این پارامتری که اینجاست فلان قدر تاثیر میذاره روی این ارور، این پارامتری که اینجاست فلان قدر تاثیر میذاره. اینا رو که در آوردیم، حالا بر اساس اینکه هر پارامتر چقدر داره تاثیر میذاره شروع کنیم این پارامترها دستکاری کردن تا تو مرحله بعدی ارورمون کمتر شه. همینجور این کارو انجام میدیم تا ارورمون به نزدیکای صفر برسه و این شبکه دیگه W هاش همه تیون شده باشن و به یه چیز خوبی رسیده باشیم. حالا چه جوری ما میفهمیم هر کدوم از این W هایی که توی این لایه ها هستن چقدر تاثیر روی این خطا دارن؟ در واقع میزان تأثیری که هر متغیری رو کل تابع داره مشتق اون تابع نسبت به اون متغیر دیگه، یا توی حالت برداری گرادیان این تابع است. در واقع ما باید گرادیان حساب کنیم که این الگوریتم بک پروپاگیشن کارش همینه، میاد برای تک تک این W هایی که اینجا ما داریم گرادیانشون رو حساب میکنه، بعد تک تک اینایی که توی این مرحله داریم گرادیانشون رو حساب میکنه، بعد تک تک اون W هایی که اینجا داریم خب همینجور میره. فقط یه مشکلی که این الگوریتم بک پروپاگیشن ما داره که اگه من بخوام این مشکل رو باز کنم مجبوری وارد ریاضیاتش شیم، پس مشکل رو باز نمی‌کنم، اینه که اگر این شبکه ما خیلی عمیق باشه، یه عالم لایه داشته باشه، این گرادیانای آخر مراحل اینجا اینا چی میشن؟ اینا خیلی خیلی نزدیک به صفر میشن، یعنی به صفر میل میکنن. خب اینجا یه مشکلی به وجود میاد به نام vanishing gradients یا حالا gradient vanishing هم میگن. خب یعنی گرادیان‌های ما دارن محو میشن عملا. خب وقتی این به خاطر حالا فرمول ریاضیشو اگه بنویسید به این تو جزئیات ریاضیش متوجه میشین دیگه چرا این لایه‌های آخر گرادیان ندارن. و وقتی این لایه‌های آخر گرادیان ندارن و گرادیان محو شده یعنی چی؟ یعنی ما تو الگوریتم آموزشمون داریم فرض می‌کنیم که این وزنایی که تو لایه‌های اولن اصلا تأثیری روی این خطا ندارن و چون داریم فرض می‌کنیم تأثیری روی این خطا ندارن پس تغییرشون نمیدیم. این میشه که وقتی شبکه ما عمیقه لایه‌های آخر خوب آموزش می‌بینن، خیلی خوب تغییر می‌کنن، ولی لایه‌های اول اصلا تغییر نمی‌کنن چون گرادیانشون به سمت صفر میل می‌کنه و تغییراتشون هم به سمت صفر میل می‌کنه. این یه مشکله. حالا به جز این مشکل یه مشکل دیگه هم وجود داره به نام exploding gradients یا حالا gradient exploding که برعکس این موضوع، گرادیان یهو شروع می‌کنه خیلی خیلی بزرگ شدن، انقدر بزرگ میشه که تو این لایه‌های اول گرادیانشون یه عدد فوق‌العاده خیلی بزرگه، یه عدد وقتی من فوق‌العاده مثلا ضرب در میلیونه مثلا، و خب اینم باز هر بار میخواد تغییر بده یهو انقدر تغییر میده که همه چی به هم میریزه و بنابراین شبکه هیچ وقت آموزش نمیبینه. پس بخوام بحثمو خلاصه کنم، RNN ما با توجه به اینکه همه اطلاعاتش باید تو این کانتکست وکتور خلاصه شه حافظه ضعیف داره، ولی از نظر تئوری ما این بردار رو قابلیت نداریم که یه بردار بی‌نهایت بزرگ در نظر بگیریم، ولی باز با بردار بسیار بسیار بزرگ هم مشاهده می‌کنیم که شورت ترم مموری وجود داره و اینجاست که دلیلش رو وقتی می‌بینیم جویا میشیم می‌بینیم که روش آموزشمون این قدرت رو نداره که بتونه پارامترهای W بهینه رو پیدا کنه. بک پروپاگیشن ممکنه یه روزی یه الگوریتم دیگه‌ای پیدا بشه برای آموزش که بتونه W های بهینه رو برای لایه‌های اول هم پیدا بکنه، بعد اون موقع ممکنه همین RNN اگر در واقع بردارش بزرگ باشه دیگه این مشکل شورت ترم مموری رو نداشته باشه، ولی الان که داره. درست؟ خیلی خوب. حالا پس با این مشکل میگیم مشکل gradient vanishing یا gradient exploding که وقتی گرادیان بزرگ میشه. و حالا راه حل این gradient vanishing چیه؟ بیام اینجا. خب
گرادیان ونیشینگ گفته تو شبکه‌های خیلی خیلی عمیق اتفاق میفته، درسته؟ این فرض کنید، حالا من خیلی کلی دارم یه باکس میکشم دیگه، این یه شبکه خیلی خیلی عمیقه، شبکه خیلی عمیق. یه بردار ورودی به اسم شوزه میکس میاد توی این شبکه به عنوان ورودیش، خب یه بردار دیگه هم مثلا حالا اسمش رو بذاریم بردار وای به عنوان خروجی این شبکه است. خب این شبکه چون خیلی خیلی عمیقه ممکنه به مشکل ونیشینگ گریدینت دوچار بشه و راه حلی که میایم اینو هندل میکنیم، مشکلش رو حل میکنیم چیه؟ کسی میتونه؟ ما میایم از ورودی این شبکه یه مسیر وصل میکنیم به خروجیش. خب این یه کانکشنه، عملا ما یه کانکشن از ورودی شبکه به خروجیش وصل میکنیم و مشکل ونیشینگ گرادیان حل میشه. به این کانکشن هم میگیم سکیپ کانکشن یا رزیجوال کانکشن. خب به نظرتون چرا حل میشه؟ اول این بحث ریاضی که اینجا واردش نشدیم رو بگم. این الگوریتم بک پروپاگیشن که از انتهای شبکه شروع میکنه به سمت ابتدای شبکه و گرادیان ها رو حساب میکنه و میاد جلو، سر راهش با هر چقدر با پیچیدگی روبرو میشه، هی هر چقدر با ماتریس روبرو میشه و هی باید توی ماتریس ها ضرب شه، خب هی این مقدار گرادیان کم و کمتر یا زیاد و زیادتر میشه دیگه. در واقع اون پیچیدگیه اون وسطه که داره این خرابکاری رو انجام میده. وقتی من اینجا یه کانکشن مستقیم ایجاد میکنم، گرادیان موقعی که داره بکوارد تو شبکه میره و حساب میشه، دیگه این شبکه پیچیده من رو با همه اون وزناش دور میزنه. عملا از اینجا میاد میره و چون دور میزنه مثلا لایه‌های قبل‌تر رو در واقع اگر حالا اینجاها مثلا اگر اینجاها هم فرض کنیم لایه‌های وجود داشتن قبلا، اینا رو راحت میتونه آموزش بده. عملا این پیچیدگی اینجا رو دور میزنه. پس به صورت عقبگرد و بک پروپاگیشنی بهش نگاه میکنیم، منطقیه دیگه که اگه ما یه اسکیپ کانکشن اضافه بکنیم بتونه در واقع این مشکل ونیشینگ حل شه. ولی حالا به نظر شما اصلا چرا همچین چیزی باید، چرا شبکه‌مون نباید خراب شه؟ به خاطر اینکه این قرار بوده این شبکه خیلی خیلی عمیقی که این وسطه قرار بوده یه ایکسی رو بگیره، یه وای رو پیش بینی کنه. اگه قرار باشه من این ایکس رو به اون وای وصل کنم در نهایت، آیا این میتونه هیچ وقت اون وای رو یاد بگیره؟ به نظر شما مشکلی پیش نمیاد؟ من بدونم که شهود درستی دارید نسبت به این موضوع. خیلی به نظرتون چرا؟ یکی از دوستان گفتن به هر حال این بلاکی که ما اینجا داریم قراره یه چیزی رو یاد بگیره دیگه. قبل از اینکه ما اسکیپ کانکشن وصل می‌کردیم میومد یاد میگرفت که x رو چجوری به y تبدیل کنه. الان که ما این کارو کردیم باید چی رو یاد بگیره؟ به جای اینکه بیاد y رو یاد بگیره باید y منهای x رو یاد بگیره. خب ببخشید دیگه اگر که کلافه میشین سر قطع شدن. دوستانی که داخل ایران هستین همه درک میکنید احتمالاً محدودیت ها. خب بله داشتم میگفتم که این تا زمانی که این رزیدوال کانکشن وجود نداشت، این مدل سعی میکرد با گرفتن x y رو پیش بینی کنه دیگه. الان با گرفتن x کافیه y منهای x رو پیش بینی کنه. اگه بتونه این کارو انجام بده خب حل دیگه. بنابراین این شبکه جوری آموزش میبینه بعد از رزیدوال که y منهای x رو پیش بینی کنه و وقتی y منهای x رو پیش بینی میکنه ما اینجا میایم اینو این کانکشن هم که اینجا گفتم بچه‌ها در واقع یعنی این ورودیه میاد اینجا جمع میشه ها. این به اضافه است. یعنی شاید اینجا رو یه ذره بهتر بود که اینجوری بگم، وصلی که میکنم بگم اینجا جمع میشه. این درست تره، یه جمعه. خب حالا این به اضافه است، بذاریم این جمع. خب در واقع ورودی میاد با خروجی جمع میشه. چون ورودی میاد با خروجی جمع میشه، این بلاک پیچیده من دیگه توی موقع آموزش یاد میگیره وای منهای x رو یاد بگیره داخل خودش. وقتی وای منهای x رو یاد گرفت، در خروجی x هم میاد بهش اضافه میشه و وای پیش بینی میشه. بنابراین این شبکه کار میکنه و هر جا که ما چیز خیلی پیچیده‌ای داریم، خیلی وقتا این مسیرهای مستقیم ما رو از ونیشینگ گریدیان نجات میدن. حالا ما توی RNN که شبکه RNN مون عمیق نبود زیاد، پس چرا اونجا ونیشینگ گریدیان داریم؟ چون همون یه شبکه وقتی قراره در طول زمان اجرا بشه، عملا حالا اون موقع بخوایم از الگوریتم آموزش استفاده کنیم، از یه نسخه از بک پروپاگیشن استفاده می‌کنیم به نام بک پروپاگیشن through time، یعنی بک پروپاگیشن در طول زمان. خب یه جورایی هر این طول زمان خودش شبیه لایه عمل میکنه.
خب مثلا اگه ما قراره که 50 استپ بیایم شبکه‌مون رو اجرا کنیم که خیلی مرسومه، مثلا شما قراره قیمت دلار رو پیش بینی کنید، خب قیمت 50 روز گذشته 60 روز گذشته رو باید بهش بدید، مثلا 2 ماه گذشته رو تا قیمت امروز رو پیش بینی کنه، 2 ماه 60 تا داده میشه و این 60 تا انگار که یه شبکه 60 لایه دارید و خب خیلی خیلی چیز میشه دیگه، باعث ونیشینگ میشه. تو شبکه‌هایی که بازگشتی نیستن با رزیدوال حل میشه. تو شبکه‌های بازگشتی یا حالا شاید بهتر باشه بگیم برگشتی، شاید فرقی نمیکنه، recurrent neural network ها، دیگه ما نمیتونیم اینجوری یه مسیر مستقیم ایجاد کنیم. چیکار میکنیم؟ راه حل متفاوت میشه. پس راه حل برای RNN ها یه چیز دیگه ایه. یه مدل RNN جدیدتریه به نام LSTM که اونم داخلش باز همینجوری یه جورایی انگار که ما یه مسیر مستقیم ایجاد میکنیم برای دور زدن پیچیدگی های شبکه. حالا الان میخوایم بریم ببینیم که چجوری میتونیم مسیر مستقیم رو برای LSTM ایجاد کنیم. پس LSTM خودش شبیه RNN، فقط یه جورایی باید پیچیدگیش دور زده شه. چجوری؟ من یه بار دیگه بلاک RNN رو بکشم. این یه RNN، حالا من توش نمی‌نویسم RNN. خب چه اتفاقی میفته؟ RNN ما فرض کنید من ورودیشو این بردارم میکشم. در لحظه TMN های یک یه ورودی میگیره، یه استیت، یه خروجی مرحله، ببخشید نگم TMN، آره حالا یه اچ هم میگیره، اچ TMN های 2 بوده در واقع. خب حالا مهم نیست. بعد چیکار میکنه؟ یه خروجی به ما میده. حالا و همین خروجی، این دوتا یکیه، همین خروجی رو ما میدیمش به مرحله بعد. من تا حالا مراحل رو زیر هم مینوشتم، الان دارم کنار هم میکشم که ذره نمودارم توی یه صفحه جاشه، مهم نیستش. پس ببینید تو مرحله بعد من x در لحظه t رو میدم، تو این مرحله x در لحظه t به علاوه 1 داده میشه و خب اینجا واضحه دیگه، اینجا h تو لحظه t از این سلول گرفته میشه به این سلول داده میشه، h در لحظه t من های 1 اینجوریه و از این برم h در لحظه t به علاوه 1 که همین h خب به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته میشه، یعنی در واقع این یه چیزه. درسته؟ چه جوری این RNN من کار میکرد؟ دوستانی که حضور ذهن دارن میدونن دیگه که ما میومدیم میگفتیم که بردار ورودی x و بردار ورودی t رو، این دوتا رو با هم کانکت کن. اینجا این منظورم کانکتی کردی، یعنی چسبوندیشون به هم. حالا بیا از توی یه دونه شبکه فید فورواردی که مثلا اکتیویشن فانکشنش مثلا تانجنت هیپربولیک ردش کن، خروجیش میشه این استیتی که هم میدیمش بیرون هم میدیمش به محل. درسته؟ اینجا دوباره همونه دیگه، این دوتا با هم کانکت شن از توی یک شبکه فید فورواردی با یه اکتیویشن فانکشنی که عموما این اکتیویشن فانکشن گفتم تانجنت هیپربولیک ولی میتونه رلوی چیز دیگه هم باشه، رد میشه و این شبکه RNN بود در طول زمان دیگه، فقط این بار زمان رو افقی نشون دادم به جای عمودی. خب حالا دقت بکنید مسیری که حافظه قرار داره چیه؟ حافظه اینه دیگه. الان حافظه من این چه حافظه‌ای بوده که پاس داده شده در طول زمان، هی رفت پاس داده شده و آپدیت شده. خب این حافظه است. ببینید این مسیر حافظه، ببینید از پیچیدگی رد میشه، از این شبکه این وسط رد میشه. این یه شبکه است که اکتیویشن فانکشن داره، نمیدونم کلی وزن داره داخلش که این وزنا باید یاد گرفته بشن. حالا این وزنا خودشون خیلی تاثیر دارن دیگه توی بحث اکسپلود شدن گرادیان یا ونیش شدن گرادیان. ما LSTM میاد مشکل رو چجوری حل میکنه؟ میاد میگه خیلی خوب، این مسیری که ما برای این حافظه‌ای که حافظه کوتاه مدت الان در واقع هستش داریم رو اوکی، همین رو نگهش می‌داریم، باهاش هم کاری نداریم، ولی میایم یه مسیر دیگه تعریف می‌کنیم برای حافظه بلند مدت‌تر که بتونه یه مقداری بلند مدت‌تر اطلاعات رو نگه داره. چجوری؟ اینجوری که فرض کنید این همون مسیر قبلیه، این همون مسیریه که اینجا h در لحظه TMN های 2 رو داده بودیم، اینجا h در لحظه t به علاوه 1 رو گرفته بودیم. این مسیر همون حافظه هست. همچنان میگه اینجا کلی کامپلکسیتی داریم، اینجا یه عالمه وزن داریم، یه عالمه وزن که مشکلات ونیشینگ و اینا توش اتفاق میفته که خب اوکی، این تا اینجا RNN. بعد میاد میگه بجز این بیام یه مسیر دیگه هم تعریف کنیم. ببخشید، یه مسیر دیگه هم اینجا تعریف کنیم خب که این یکی مسیر برای چی باشه؟ مسیر مربوط به حافظه بلند مدت باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا دیگه این بشه مسیر حافظه کوتاه مدت
اون بالایی بشه حافظه بلند مدت. یعنی ما تو این مسیر دیگه پیچیدگی نباید اضافه کنیم. تو این مسیر اطلاعات خیلی نرم باید وارد شن، با کمترین تغییرات خارج شن. وزن نباید این وسط داشته باشیم، اکتیویشن فانکشن نباید داشته باشیم، لایه‌های فولی کانکتدی که قابل آموزش باشن اینجا اگه داشته باشیم دوباره هم مشکل ونیشینگ اتفاق میفته. ما اینجا نهایتا یه سری عملیات خطی فوق العاده ساده میتونیم داشته باشیم. خب حالا من اینجا گفتم به این میگیم حافظه کوتاه مدت، به اون میگم حافظه بلند مدت دیگه. قبلا به این حافظه کوتاه مدت تو RNN چی میگفتیم؟ میگفتیم هیدن استیت. اینجا هم هنوز بهش میگیم هیدن استیت. و به این حافظه بلند مدت که جدیده میگیم سل استیت. پس گفتم دو تا مسیر ایجاد میکنیم. یه مسیر هیدن استیت، همون حافظه کوتاه مدت هست. یه مسیر دیگه حافظه بلند مدت یا سل استیت که چرا اینجوری نوشته شد، درستش کنم، سل استیت. خب درسته؟ پس این ایده کلیه که ما یه جورایی خیلی شبیه همین ایده در واقع رزیدوال کانکشن دیگه. اینجا ما می اومدیم یه مسیر مستقیم ایجاد می‌کردیم با هیچی پیچیدگی که این پیچیدگی رو دور بزنیم. اینجا هم همونه. چیزی که تو شبکه حال برگشتی مشکل ساز میشد حرکت در زمان بود دیگه. ما اینجا تو زمان از این پیچیدگی رد می‌شدیم، اینجا میایم تو زمان مشکلمون رو حل می‌کنیم و این پیچیدگی رو انگار که یه اسکیپ کانکشن ایجاد می‌کنیم. خب پس تا اینجا همیشه واضحه. یه مقداری می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که این مسیر دوم رو، این حافظه بلند مدت‌تر رو یا این سل استیت رو چجوری میتونیم داشته باشیم. پس الان دیگه فهمیدیم که ورودی هایی که LSTM داره علاوه بر این در واقع Xی که در هر مرحله میگرفت، X مثلا TMN های 1، X در لحظه T و X در لحظه T به علاوه 1، علاوه بر این ورودی ها خروجی به جای یه دونه طبیعتاً دو تا دیگه ما در هر مرحله یه HT خروجی داریم، یه CT. این میشه CT به علاوه 1، این میشه HT به علاوه 1. اینم که در واقع TMN های 1 و HTMN. درست؟ پس هر لحظه اینجوری. خب حالا تو این مسیر رو من به هم وصلش میکنم. این مسیر پایین رو توضیح خواهم داد چون طبیعتا این وسط قراره چیزایی رو داشته باشیم مثل RNN دیگه، یه چیزایی که قابل آموزش باشن. اینا رو این وسط‌ها رو توضیح خواهم داد. فعلا بپردازیم به اصل موضوع که این مسیر بالاه. این مسیر بالا گفتیم نباید هیچ اکتیویشن فانکشنی، هیچ وزنی، هیچ چیزی داشته باشه. فقط یه گذرگاهی باید باشه در طول زمان که حافظه بلند مدت ما باشه و اطلاعات رو در طول زمان بتونه منتقل کنه. بنابراین اینجا فقط دو تا عملیات انجام میشه و اونم دو تا عملیات خطی ساده است. یک، اطلاعات در هر مرحله ای از این سلول ببینیم که چه اطلاعاتی توی این حافظه دیگه به دردمون نمیخوره و پاکشون کنیم، پاک کردن اطلاعات و اضافه کردن اطلاعات جدید. درسته؟ در هر مرحله این دوتا کار رو باید انجام بدیم. پاک کردن اطلاعات خیلی راحته، با یه دونه ضرب ساده انجام میشه. اضافه کردن اطلاعات با یه دونه جمع ساده. و خب چون این عملیات یعنی تو هر مرحله اول ما یه ضرب انجام میدیم روی این بردار و یه جمع انجام میدیم، اتفاق پیچیده‌ای دیگه تو این مسیر نمیفته دیگه. بس گرادیان راحت میتونه حرکت کنه و این شبکه ذاتاً جوری دیزاین شده که مشکل ونیشینگ نداشته باشه، چون توی این گذرگاه فقط عملیات بسیار بسیار ساده‌ای انجام میشه. خب حالا که الان کلیت کار رو و اینکه چجوری این شبکه میتونه در طول زمان اطلاعات رو حفظ کنه یاد گرفتیم، بریم توی جزئیات یه دونه از این سلول ها ببینیم یه دونه سلول رو ما چجوری باید توی LSTM پیاده کنیم. خب ببخشید من رنگ رو سفید کنم. این یه سلول LSTM. خب یه ورودی داره X در لحظه T، درست؟ این دیگه چه ورودیایی داره؟ خروجی‌های مرحله قبل دیگه. در مرحله قبل دو تا خروجی داره، یه دونه C داره از مرحله قبل میاد و یه دونه هم هیدن استیت همونه. حافظه یه جوری این هیدن استیت معرف حافظه کوتاه مدته، اون C یا سل استیت معرف حافظه بلند مدته. خب در خروجی چی داریم؟ در خروجی دوباره
یک C برای مرحله T داریم و یک هیدن استیت برای مرحله T داریم. آوتپوتمون هم که همیشه همین هیدن استیت بود دیگه. تو آرنن هم اینجوری بود که ما همین هیدن استیت رو بهش به چشم آوتپوت هم حالا نگاه می‌کردیم. وایت مرحله T درسته، این همینه. یعنی حالا نکشیدم آخرش هر چی شد اینو به همون وصل می‌کنیم. خب چیزی که مهمه این گذرگاه هست که این گذرگاهه یه خط صاف باشه، وسطش گفتیم دو تا اتفاق میفته. یعنی تو این LSTM اول اون اطلاعات بلند مدت، اون حافظه طولانی مدت که وارد میشه، قبل از هر چیزی ما باید ببینیم چه چیزی تو این حافظه بلند مدت دیگه به درد شبکه ما نمیخوره و باید پاک شه. چرا همچین چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ ببینید مثلا فرض کنید که شما دارید یه جمله رو پردازش میکنید که یه فاعل دیده بودید تو جمله، حالا این فاعل جنسیتش مثلا زن بوده، درسته؟ شما میدونید الان اومدین توی این حافظه بلند مدت که این حافظه بلند مدت یه برداره دیگه، قبول دارید که برداره حالا یه تعدادی عدده، یه جایی توی این اومدین جنسیت فاعل رو ذخیره کردید، یعنی شبکه‌تون اینجوری یاد گرفته که جنسیت فاعل اومده توش نگه داشته. حالا شما توی این ورودی تو این سری که دارین اجرا میکنید LSTM رو یه فاعل جدید میبینید. وقتی فاعل جدید میبینید حالا لازمه که جنسیت اون فاعل قبلی رو مثلا پاک کنید از حافظه بلند مدت. یه همچین کیسایی پیش میاد که ما می‌خوایم پاک کنیم. خب اول به من بگید از توی این بردار من چجوری میتونم یه اطلاعاتی رو پاک کنم؟ خیلی ساده. بیام این گوشه اینجا یه برداره، یه سری عدد هم توش نوشته شده، مثلا 1.5 نمیدونم یه سری عدد دیگه، حالا 1 3 هر چی فکر میکنید. حالا عددش مهم نیست، همونم سعی میکنیم که فرض کنید خیلی مهم نیست، فرض کنید یه سری عدد این توه. خب ما میخوایم که یه بخشی از این اعداد رو پاک کنیم یا یه بخشیش رو نگه داریم. چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ با نگاه ریاضی. آفرین، چیزی که دارین میگین درسته تا حدی. ببینید یه کار جالبی میتونیم بکنیم. مثلا فرض کنید من میخوام الان این اطلاعاتی که اینجا ذخیره شده که نمیدونم هم چیه تماما حفظ شه، این پاک شه، این حفظ شه، این حفظ شه، این پاک شه. میتونم چیکار کنم؟ میتونم یه برداری بسازم هم بعد با این، درست؟ اون جایی که میخوام اطلاعاتش بمونه رو 1 بذارم، اونایی که میخوام پاک شه رو 0 بذارم. بعد مؤلفه به مؤلفه این دوتا بردار رو تو هم ضرب کنم. چه اتفاقی میفته؟ این بردار من عملاً میاد این اون تغییری که میخوام روی این بردار میده. یعنی اگه من بردار 1 0 1 1 0 رو بسازم، میام به این بردار میگم المان اول تو نگه دار، المان دوم تو پاک کن، المان سوم نگه دار، چهارم پاک کن. حالا بیایم 0 و 1 به قضیه نگاه نکنیم. خیلی وقتا ما میخوایم که یه بخشی از اطلاعات پاک شه، یه بخشیش پاک نشه یا یه چیزی تضعیف شه. در این صورت ما میتونیم بدونیم که بردارمون 0 و 1 باشه، یه عدد بین 0 و 1 باشه. یعنی شما اگه یه برداری رو بسازید که یه عددی بین 0 و 1 باشه، یعنی مثلا بتونه 1 باشه، بتونه 0 باشه، بتونه نیمم باشه، مثلا 1/10 باشه، انگار که به جای این بردار از این بردار استفاده کنید، انگار که میتونید یه کنترلی داشته باشید که چقدر از این اطلاعات نگه داشته شه و چقدرش پاک شه. یه شیرفلکه‌ای عملاً میتونید بسازید، درست؟ از همین تکنیک اینجا استفاده می‌کنیم. چرا از این تکنیک استفاده می‌کنیم؟ چون اینجا که ما می‌خوایم حافظمون پاک شه، عملاً اینجا چی می‌خوایم؟ اینجا یه شیرفلکه می‌خوایم. شیرفلکه، درسته؟ یه شیرفلکه می‌خوایم که این برداره رو یه بخشیشو فیلتر کنه، نذاره بره، یه بخشیشو نگه داره. خب یه بخشیشو پاک کنه. چجوری می‌تونیم این کارو انجام بدیم؟ این برداری که الان اونور بهتون گفتم رو هم بعد خودمون می‌سازیم، میایم ضرب نقطه‌ای، این ضرب نقطه‌ایه، یعنی المان اول در المان اول، دوم در دوم انجام میدیم. قبول دارید؟ اگه بگید این چک من بتونم این بردار رو بسازم، یه ضرب انجام بدم، هر اطلاعاتی دلم بخواد تو این شیرفلکه پاک میشه. چجوری من میتونم این بردار رو بسازم؟ خیلی ساده. چجوری تا حالا بردار میساختیم؟ یه شبکه عصبی فولی کانکتد، یه شبکه فید فوروارد. بر اساس چی؟ یعنی ورودی این شبکه چی باشه؟ این دوتا رو من بهش میدم به عنوان ورودی. یه ذره خوشگل ترش کنم. این دوتا ورودی رو کانکت میکنم، میدم به این شبکه فید فورواردم. این شبکه در خروجیش یه برداری برای من میسازه دیگه. اما این شبکه کارش چیه؟ این فید فورواردی که اینجا گذاشتم، این شبکه کارش اینه که به مرور زمان یاد بگیره که چه اطلاعاتی باید از حافظه بلند مدت پاک شه. درست؟ اکتیویشن فانکشن این شبکه باید چی باشه به نظر شما؟ به من بگین. اکتیویشن فانکشنی که این شبکه باید داشته باشه
بعضی از عزیزان گفتن تانژانت هیپربولیک، بعضی گفتن سیگموید، بعضی رلو. خب بیایم یه کوچولو اینا رو با هم مقایسه کنیم. بچه‌ها حالا وارد ریاضیاتش نمیخوایم بشیم، ولی اکتیویشن فانکشن هایی که معروف داریم، مثلا سیگموید چه جوریه؟ یه همچین تابعیه. x y این یکه، اینجا صفره، درسته؟ اینجا نیمه و یه همچین شکل و شمایلی حالا سیگموید داره. خب این سیگمویده. از اون بر تن h یا تانژانت هیپربولیک چجوریه؟ تانژانت هیپربولیک این یکه، این منفی یکه، یک همچین شکل و شمایلی داره. یعنی چی؟ یعنی تابع فعال سازی سیگموید آخر سر خروجیش هرچی باشه بین 0 و 1، تانژانت هیپربولیک بین منفی 1 و 1. ما معمولا تو شبکه‌های همون RNNی که استفاده می‌کنیم گفتیم تانژانت هیپربولیک استفاده کنیم، چون می‌خواستیم خروجیمون منفی‌ها رو مدل کنه. دلمون می‌خواست خروجیمون یه چیزی بین منفی 1 تا مثبت 1 باشه. خب حالا رلو هم متفاوت‌تره. حالا رلو هم بخوام بگم یک همچین شکلیه. ولی حالا پس تانژانت هیپربولیک بین منفی 1 و 1، سیگموید بین 0 و 1. این برداری که من اینجا می‌خواستم بسازم، این برداره به نظر شما چیه؟ بین منفی 1 1 بین 0 و 1 چه جوریه؟ آفرین، سیگمویده. بچه‌ها این برداره یه شیرفلکه بود دیگه. این برداره یه شیرفلکه است که ما این شیرفلکه ما قراره یاد بگیره چقدر از اون حافظه فراموش بشه، چقدرش نگه داشته شه. یه چیزی بین 0 و 1 باید برای ما تولید بکنه. 0 یعنی هیچی از اون داده رو نگه ندار، 1 یعنی همه اون داده رو نگه دار، بینش هم میتونه این شیر نیمه باز باشه. خب بنابراین ما برای اینکه بتونیم بین 0 و 1 تولید کنیم، این شبکه فید فورواردی که اینجا داریم، لایه در واقع اکتیویشنش اینجا چیه؟ سیگمویده. حالا خیلی بد شد، من اینو یه ذره بهتر بکشمش. این چیزی که اینجا داریم یک سیگمویده، درست؟ اینجوری. خب پس تا اینجا حافظه بلند مدت ما اطلاعات اومد توش. ما بر اساس ورودی فعلی و هیدن استیت قبلی اومدیم یه شبکه‌ای رو یاد گرفتیم که این شبکه بردار شیرفلکه‌ای برای ما ساخت که بگه چقدر از اطلاعات رو پاک کن. حالا میریم سراغ مرحله بعدی. ما بعد از اینکه یه سری اطلاعات رو پاک کردیم، حالا باید اطلاعات جدید رو اضافه کنیم دیگه. یه سری اطلاعات جدید باید اضافه شه. این اطلاعات جدید از کجا میاد؟ اطلاعات جدید چجوری باید ساخته شه؟ این اطلاعات جدید دوباره بر اساس چیه؟ بر اساس من اینجا حالا برای اینکه شلوغ نشه چیز نمی‌کنم، اینجا رو شلوغ نمی‌کنم. این اچ و ایکس رو ما بهش میدیم دیگه، یعنی این ایکس تی و اچ تی من های یک. این دوتا از اینجا داده میشن به یه شبکه دیگری که این شبکه تصمیم میگیره که چه دانش جدیدی به حافظه بلند مدت ما اضافه شود. برای اینکه دانش اضافه شه باید چه اتفاقی بیفته؟ دوباره باید یک برداری ساخته شه هم بعد با همون بردار سی و این برداره بیاد جمع بشه این بار با این بردار. درسته یا نه؟ یه برداری باید ساخته شه. پس ما اینجا یه شبکه فید فوروارد دیگه می‌خوایم که این دو ورودیش دوباره HTML1 باشه و XT و چه اتفاقی بیفته؟ در خروجی یه بردار جدیدی از اطلاعات مربوط به وضعیت فعلی پیدا کنه و جمع کنه با استیت فعلی و دیگه هم هیچ تغییری روی در واقع اون سل استیتمون نیفته. خب به نظر شما این شبکه فید فوروارد اکتیویشنش باید چی باشه؟ به نظر شما این فید فوروارد اکتیویشنش باید چی باشه؟ آها این دیگه میتونه در واقع دوست داریم که اعداد منفی رو هم بتونه مدل کنه دیگه. بنابراین تانژانت هیپربولیکه. این یکی اکتیویشنش تانژانت هیپربولیک، چون این دیگه شیرفلکه نیست. اونایی که شیرفلکه‌ان یا بذارین اصطلاحمو دقیق‌تر کنم گیتن، به اون شیرفلکه‌ها میگیم گیت. اونایی که گیتن باید سیگموید باشن. اونایی که قراره یه در واقع رپرزنتیشن یه داده‌ای رو پیدا بکنن، مدل کنن و اضافه کنن، خب تانژانت هیپربولیک میتونن باشن. رلو نیاز نیست اینجا استفاده کنیم. اینجا رلو استفاده نمیشه. همون سیگموید و تانژانت هیپربولیک استفاده میشن. رلو توی شبکه‌های دیگه تو بیشتر هم فید فوروارد میشه استفاده. فید فوروارد معمولی نه الزاما اینجا. خب ولی باز یه چیزی بچه‌ها،
الان ما توی این مرحله اومدیم بر اساس این ورودی هایی که داشتیم XT و HTML های یه مقداری رو پیدا کردیم. این مقدار رو اومدیم همش رو اضافه کردیم به حافظه بلند مدت. این شاید باز ایده خوبی نباشه. شاید ما کل اون هیدن استیتی که اینجا داریم پیدا می‌کنیم، این هیدن استیت هست یه جوری دیگه. این هیدن استیتی که اینجا داریم در همش هم نیاز نباشه طولانی مدت بخوایم نگهش داریم. یه اطلاعات خاصی، یه بخش خاصی از خروجی این شبکه رو ما لازمه که بیایم و اینجا بنویسیمش. چجوری میتونم بیام بگم به جای اینکه خروجی این شبکه هرچی هست تو حافظه بلند مدت بنویس، بیا برو فقط یه بخشیشو بنویس، یه بخشی مهمه. حدس بزنید چطور میتونم؟ آفرین، دوباره یه شیرفلکه باید سرش بذارم دیگه. یه گیت دیگه میخوام اینجا. گیت چجوری بود؟ مکانیزم گیت رو بلد شدین دیگه. یه ضرب در این وسط دارم که مؤلفه به مؤلفه است. چی؟ اینجا باید یه بردار پیدا کنم، این برداره رو ضرب کنم تو این بردار، بعد حاصلش رو جمع کنم به جاش. اینجا چی میخوام؟ اینجا یک شبکه فید فوروارد دیگه میخوام، دوباره با اکتیویشن سیگموید که ورودیش هم همون دوتا ورودی قبلیه، یعنی H و X. خب این خروجیش چیه؟ خروجیش عملا اون شیرفلکه یا اون گیت هست. این گیت کارش اینه که بگه از این اطلاعات چقدرش نوشته شه رو حافظه. پس تا اینجا دو تا گیت داشتیم. گیت اول حافظه رو پاک کرد، گیت دوم اومد از یه سری در واقع از این فید فورواردی که اینجا اطلاع ساخته شده یه بخشیشو نوشت. خب تقریبا کارمون تمومه. الان ما از دور دست ها در زمان یه سری اطلاعات داشتیم که به درد نخوراشو پاک کردیم، اطلاعات جدید هم بهش اضافه کردیم و انتظار میره که اون چیزی که الان اینجا ما توی سل استیتمون داریم اطلاعات خوبی باشه، هم برای پاس دادن به مرحله بعد، هم برای به عنوان خروجی شبکه. خب خیلی هم خوبه واقعا. ما میایم از همین اطلاعات به عنوان خروجی شبکه استفاده میکنیم. ولی چطور؟ ما این اطلاعاتی که اینجاست رو یه مشکلی، این یه برداره دیگه، یه برداره تا اینجا قبول داری؟ خب این بردار اعدادی که توشن الزاما بین منفی 1 تا 1 که نیستن. ما هیچ جایی این سل استیتمون رو بین منفی 1 تا 1 فیلتر نکرده بودیم که به خصوص اینجا هی اطلاعات مختلف میان جمع میشن دیگه، پس میتونه کوچیک‌تر از منفی 1 باشه اطلاعات یا بزرگتر. خب ولی خروجی هر سلولمون دوست داریم نرمال باشه دیگه، بین منفی 1 تا 1 باشه. بنابراین این عددی که اینجا داریم، این برداری که اینجا داریم، به تنهایی میگم همینجوری هم نه، بیا از یه دونه چی ردش بکن، از یه دونه میخوام بین منفی 1 تا 1 بیاد. این شبکه عصبی نیست، دقت کن، این یه تابع معمولیه. از یه تانژانت هیپربولیک ردش بکن. تابع تانژانت هیپربولیک، فکر نکن یه فولی کانکتده که اکتیویشنش تانژانت هیپربولیک. از یه دونه تابع تانژانت هیپربولیک فقط این بردار رو رد کن که اعدادش نورمالایز بشه بین منفی 1 تا 1. بعد که اعدادش نورمالایز شد بین منفی 1 تا 1، این دیگه عالیه. این میتونه چی باشه؟ میتونه به عنوان هیدن استیت و همینطور آوتپوتمون استفاده بشه. قبول؟ ولی بیاین یه ذره قوی‌ترش بکنیم. ما اینجا همه اطلاعاتی که تو سل استیتمون هست نورمال شدهش به درد هیدن استیتمون نمیخوره، که اگه اینطوری بود که خب همون سل استیت کارشو باید میکرد دیگه. ما از این اطلاعاتی که تو حافظه بلند مدتمون داریم یه بخشیشه که تو حافظه کوتاه مدت به دردمون میخوره. اون بخش رو هم بیایم فیلتر کنیم، پیدا کنیم. چجوری میتونیم اون بخشو فیلتر کنیم؟ همه میدونید، خیلی راحت. اینجا باید گیت بذاریم. چجوری گیت میذاریم؟ یک شبکه عصبی فید فوروارد با اکتیویشن سیگموید، ورودیش چی باشه؟ H و X، درست؟ و خروجیش چی؟ هیچی. خروجیش دوباره یه بردار کنترلی میشه که میاد ضرب میشه توی این سل استیتمون و به عنوان خروجی شبکه‌مون داده میشه. بچه‌ها این کلاً بود LSTM، همینه، هیچ چیزی بیشتر از این نیست. و اگر که ببینید این مسیری که قرار بوده اطلاعات رو در طول زمان نگه داره حافظه بلند مدت، هیچ وزن و اکتیویشن فانکشن و هیچ اتفاق سنگینی وسطش نیست. پس گرادیان میتونه توش عبور بکنه راحت دیگه، نه غنیش کنه نه اکسپلود شه، فقط عملیات ساده جمع و ضرب مؤلفه‌ای داره انجام میشه. و اون مسیر پایین، حالا اینجا من چون این مسیر رو خوب نکشیدم بعد برام بس می‌کردم اشاره دیگه این مسیر پایین یا عالمه شبکه عصبی و وزن قابل آموزش توش وجود داره و میتونه اینا رو به مرور یاد بگیره. نکته‌های مهم چیاست؟ نکته مهم اینه که این شبکه عصبی نیست، این فقط یک تابعه. این ضربا که هستش ضرب نقطه‌ای ان، یعنی مؤلفه به مؤلفه تو بردار با هم ضرب میشن.
این شبکه عصبی وزن داره داخل خودش، این شبکه عصبی وزن داره، این شبکه عصبی وزن داره، این شبکه عصبی هم وزن داره که این وزن‌ها آموزش می‌بینن. این اولی رو بهش میگیم forget gate. شد؟ نه هست forget gate که کارش چیه؟ یه گیتیه که اطلاعات رو فراموش کنه، عدد در واقع اطلاعات رو نگه می‌داره تا فراموش کنه. ولی حالا به این دومی میگیم input gate که یه گیتیه که میاد میگه چقدر از این اینپوت ما اسم این اینپوته اضافه شه به حافظه، و اینم آوتپوت گیته. آوتپوت گیت میاد تصمیم میگیره که حالا از این اطلاعاتی که روی سل استیت چقدرش بیاد بره توی خروج. خب واضح بود؟ فهمیدین LSTMو؟ قسمت بنفش. بعد قسمت بنفش نگاه کنید الان ورودیامون چیان؟ این XT و HT منهای یکن دیگه. این ورودی‌ها ما میدیم به اینجا به یک شبکه اینجا میدیم به یه شبکه عصبی که برامون خروجی تولید کنه. خب میگیم این یه خروجیه این شبکه عصبی چیه؟ یه برداره که می‌خوایم بنویسیم رو سل استیت، ولی همه این بردار رو نمی‌خوایم بنویسیم رو سل استیت. می‌خوایم بردار رو فیلتر کنیم. یه بخشیش اطلاعاتی که می‌خوایم طولانی مدت نگهش داریم، یه بخش دیگه ایش واقعا به دردمون نمی‌خوره. برای اینکه بتونیم اون اطلاعات هم فیلتر کنیم اینجا یه گیت می‌ذاریم. این بنفشه، این زرده و این این چه رنگیه؟ اینا گیتن، یعنی که سیگمویدن. خب و گیت دقیقاً یه شیرفلکه است. کارش اینه که یه برداری رو یاد بگیره که اطلاعات رو فیلتر کنه فقط. خب خوبه که متوجه شدین. حالا این LSTM بود و ما LSTM میتونه ورییشن های مختلف هم داشته باشه. بیشتری یعنی شما وقتی در واقع مثلا تو فریم ورک هایی مثل تنسورفلو اینا از LSTM استفاده می‌کنید همین مدل پیاده سازی میشه، ولی خیلی وقتا مقاله ها رو که دارید میخونید و مثلا طرف از LSTM استفاده کرده نگاه می‌کنید این LSTMش یه ذره فرق میکنه با این. هر کسی LSTMش رو یه جوری پیاده سازی میکنه. در واقع ما اجازه بدید من یه ذره دقیق کنم. در واقع میشه گفت که هر کسی وریانت یا مدل پیاده‌سازی خودش رو داره. وریانت آن LSTM. خب مدل های مختلفی از LSTM ها داریم. مثلا میگم خیلی زیادن این وریانت ها دیگه، من همه رو که نمیتونم توضیح بدم، یعنی همه رو نمیشناسم مثلا، ولی چند تاش که خیلی معروفه. مثلا یه مدلش هست که میاد چیکار میکنه؟ یه چیزی رو اضافه میکنه به نام پیپ هول کانکشن. پیپ هول به این چشمیه که روی در هستش، پشت در رو میتونید ببینید، میگن پیپ هول. میاد پیپ هول کانکشن اضافه میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه که اینجا تو LSTM با یه رنگ چه رنگی میاد میگه که این گیت ها در هر لحظه فقط به H و X نگاه نکنن و یه تصمیم در واقع شیرفلکه‌ای رو یاد بگیرن، اینا بیان در هر لحظه به C هم نگاه کنن. یعنی انگار که از سوراخ چشمی به این C هم نگاه میکنه. این یه گیت بود، اینم یه گیتمونه، درسته؟ این پس در واقع C رو ما به عنوان ورودی به همه این گیت ها میدیم. این میاد این کار میکنه، فقط همین تغییر. حالا همین وریانت رو هر کی میاد یه جوری پیاده کنه. یکی میاد هر سه تا کانکشن رو ایجاد میکنه، یکی فقط یکیشو میذاره، یکی دو تاشو میذاره. بسته به اینکه به کدوم یکی از این گیت ها C رو در واقع به عنوان ورودی بدیم، خودش یه وریانت دیگه ای میتونه باشه از LSTM ها. یا وریانت های دیگه ای که هستش، مثلا یه وریانت دیگه ای هست که میاد چیکار میکنه؟ میاد forget gate و input gate رو با هم یکی میکنه و اصطلاحاً coupled میکنه. coupled forget and input. خب میاد input gate و forget gate رو با هم ترکیب میکنه. چه جوری میاد این کارو انجام میده؟ دیگه تو اون تصویر بالاشون جا نداره، من همین اینجا بهتون نشون میدم. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه خیلی خوب این دو تا گیتی که داشتیم، input gate و forget gate، کارشون چی بود؟ یکیشون داره یاد میگیره چقدر اطلاعات رو دور بریزه، یکیشون داره یاد میگیره که چقدر از اطلاعات جدید رو بنویسه. و حالا کسی که این روش وریانت جدید رو این یکی وریانت رو معرفی کرده، نظرش این بوده که این دو تا رفتار میتونن همزمان با هم یاد گرفته شن. ما میایم یه دونه شبکه عصبی به جای دو تا میتونیم داشته باشیم. خب پارامترامون خیلی کمتر میشه، سرعت آموزشمون میره بالا دیگه. میتونیم به جاش یه دونه بذاریم که اون شبکه عصبی یاد بگیره کدوم یکی از داده هایی که توی این حافظه بلند مدت هستن باید پاک شن و کدوماش آپدیت شن. درست؟ یه همچین حالتی. چجوری میاد اینو پیاده سازی میکنه؟ پیاده سازیش کاری نداره. در واقع میاد یه دونه اینجوری بهتون بگم که یه دونه گیت
یه فید فوروارد سیگمویدی، این گیت، یه گیت میسازه که ورودیش چیه؟ ورودیش دوباره h t منهای 1 و x تیه. خب و این در خروجی چی به ما میده؟ این در خروجی میگه که خب چه اطلاعاتی باید پاک شه، درست؟ بنابراین اینو میاد ضرب میکنه توی اون C که از تی منهای 1 اومده و حالا میگه این این برداری که ما در آوردیم، فرض کن یه برداری که بعضیش 1 بعضیش 0 که میگه کدوم رو پاک کن، حالا برعکسش دیگه، برعکسش یعنی اگه ما این بردار رو اینجا من بکشم، اگه مثلا بردار اینجوری باشه بگه 1 0 1 یعنی اولین خونه و سومین خونه رو نگه دار، دومی رو پاک کن. برعکسش چی میشه؟ برعکسش میشه 0 1 0 دیگه، یعنی بیا این وسطی رو دستکاری کن. در واقع میگه که این برداری که اینجا در آوردی رو بیا 1 منهای x کن، از تابع 1 منهای x رد کن. 1 منهای x یعنی چی؟ یعنی این بردار رو تبدیل به این بردار کن. مثلا اگه بردار 2/10 یعنی 2/10 اطلاعات باید مثلا نگهداری شه، فراموش بشه، مثلا اونور 8/10 باید نگهداری شه. بعد این میشه خودش چی؟ اون مقداری که باید اضافه چیز بشه، اینپوت بشه. اینپوتمون چی بود؟ اینپوتمون هم یه فید فورواردی بود که تانژانت هیپربولیک بود، یادتونه؟ و این میاد میگه حالا اینو بیا ضرب کن تو این به عنوان فید چیز، بعد بیا اینو جمع کن. درست؟ پیچیده که نبود دیگه، همونه. به جای اینکه 2 تا شبکه عصبی داشته باشیم، اینو همشو داشتیم دیگه، این تانژانت هیپربولیک رو بالا داریمش، این فید فوروارد. اینجا فقط به جای گیت فورگت و گیت اینپوت میگه یه گیت بذار. این یه گیت یه وزنای فورگت رو یاد میگیره و یک منهای وزنای فورگت میشه عملا وزنای اینپوت. ساده تر میشه. یا یه ایده دیگه، یه وریانت دیگه که اونم وریانت خیلی معروف و مهمیه و تقریبا معروف ترین وریانت LSTM، بهش میگن gated recurrent unit یا GRU میاد خیلی سعی میکنه سبکترش کنه LSTM چجوری سبکتر میکنه؟ مثلا یه ایده‌ای که میزنه همین ایده هست که اینپوت گیت و فورگت گیت رو میاد ترکیب میکنه. حالا من میخوام خیلی خلاصه بهتون بگم کاری که GRU انجام میده اینجوریه. بذارید من بکشم اینجا سلول. اولا که اینپوت گیت و فورگت گیت رو یکی میکنه. ثانیاً میاد میگه ما کلا نیاز به دو مسیر جدا نداریم، یه دونه هیدن استیت، یه دونه سل استیت. همون هیدن استیت همون سل استیت خوبه، همونی که یه مسیر مستقیم داره اطلاعات رو میبره. اون هیدن استیت دیگه اضافه کاریه. اون هیدن استیت رو هم بیایم رو همون سل استیت ترکیبش کنیم. پس به جای اینکه دو تا ورودی داشته باشه از مرحله قبل، یه دونه فقط داره. حالا اسمش هم گذاشته همون CS ها، اینجا اسمش گذاشته H مثلا. یه دونه هم که چی داریم؟ ورودی داریم در لحظه تی. خب این اچ رو میاد میگه یه مسیر مستقیم داشته باشیم که بعد به عنوان اچ در لحظه تی بیاد بیرون. حالا یه جا باید اطلاعاتش پاک شه، یه جا اطلاعاتش اضافه شه. خب چجوری این کار انجام میده؟ برای پاک کردنش میاد یه گیت میذاره، یه فید فوروارد سیگموید میذاره که این فید فوروارد سیگموید میاد مثلا اینجا در واقع اطلاعات رو پاک میکنه و یک منهای x هم ضرب میشه توش، میاد اطلاعات جدید رو اینجا مینویسه. خب این اطلاعات جدید چجوری بود؟ این اطلاعات از یه فید فورواردی که این بار تانژانت هیپربولیک بود ساخته میشه. فقط نکته‌ای که هستش اینه که ورودی این چیه؟ h t منهای 1 و x تیه. این ورودیش در واقع xt هست ولی h نیستش، یعنی ورودیش یه h ضرب در r، یعنی این h اینجا میاد یه ضرب میشه توی یه چیز دیگه ای به نام r که اون r چیه؟ اون r هم خودش دوباره یه گیته، دوباره h و x میاد توی یه گیت سیگمویدی و اینجا یه r میسازه که این r رو ما میدونیم. یه ذره اومده تغییر داده، همون LSTM، یعنی هر کسی میاد یه تغییری توش میده و حالا این تغییری که میده ممکنه بهتر عمل کنه یا بدتر. چیزی که هستش هیچ قانونی وجود نداره که بگیم یکی از این LSTM ها یا حالا GRU LSTM به حساب نمیاد، یکی از این RNA از اون یکی بهتره.
شما مسئله به مسئله و دیتا ست به دیتا ست ممکنه فرق کنه و بهترین کار اینه که شما برای مسئله‌تون بیاین LSTM های مختلف و GRU رو تست بکنید ببینید کدومش بهتر جواب میده. طبیعتاً GRU سبکتر از LSTM. چرا سبکتره؟ به خاطر اینکه اولاً به جای اینکه دو تا مسیر داشته باشه، یه سل استیت یه هیدن استیت، یه مسیر داره، همون سل استیت هست که اسمش گذاشته هیدن استیت. و به جز اون به جای اینکه دو تا گیت داشته باشه، فورگت گیت و اینپوت گیت، اومده این دو تا گیت رو هم ادغام کرده به عنوان یه گیت به نام آپدیت گیت و همین. و میبینید که حالا با این تکنیکی که اینجا به جای XR رو میده اومده این ترکیب رو هم انجام داده. یه ذره حالا احتمالاً گیت شدید ولی خودتون با خودتون بکشین رو کاغذ یه ذره مرور بکنید احتمالاً دستتون میاد که این گیت چجوری کار میکنه. یه وریانت جدیدی هم از LSTM اومده که خیلی جدیده به نام XLSTM که یا Extended LSTM که این میاد چجوری عمل میکنه. در واقع XLSTM همون LSTMه، فقط میاد مکانیزم حافظه جدیدی رو معرفی میکنه. دو نسخه داره XLSTM، یه نسخه اسمال داره، مثلا یه نسخه مدیوم یا SLSTM داره و یه دونه MLSTM داره. البته اسمال و مدیوم نیست، من خودم گفتم اسمال و مدیوم، یه چیز دیگه، این M ماتریس، این هم اسکالر. قضیه اینه که این SLSTM حافظه‌اش شبیه همون LSTMه، اما MLSTM به جای یه بردار یه ماتریس داره به جای برای حافظه، خب قدرتش میره بالاتر. و یه کار دیگه که XLSTM اومده انجام داده، گیت هاش به جای اینکه اکتیویشنشون سیگموید باشه، اکتیویشنشون تابع اکسپوننشیال داره و حالا اومده تو مقاله‌اش توضیح داده که چرا جواب میده این موضوع و چرا بهتره. این مقاله XLSTMه، مقاله خیلی جدیده، تازه اومده و میتونه خیلی جاها نزدیک به ترانسفورمرها جواب بده ولی خب به مراتب سبکتر، به مراتب میتونه سبکتر باشه. اینم در واقع اون معماریه که حالا داره MLSTM حافظه‌اش ماتریسه و SLSTM که اسکالره. خب امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه و متوجه شده باشید. اگر سوالی هست یا جایش گنگه بپرسین، ممکنه پرسیده باشین و من ندیده باشم توی چت. شما واقعیتش خب خیلی بچه‌ها یه خواهشی هم راستی بکنم ازتون، توی این بخش چت اگر که با هم چت بکنی، من ممکنه هی ببینم داری چت می‌کنی، خب چیز بشه دیگه، یعنی ناخودآگاه ایگنور کنم. سوالات مهمتون رو بپرسین که من بتونم فالو بکنم و جواب بدم. خب یکی از عزیزان پرسیدن که چرا خروجی فید فوروارد هیدن استیت ورودی باید بین -1 و 1 باشه وقتی آخر سر قراره که از تابع تنیج عبور کنن. فکر کنم فهمیدم کجا میگن. دوستان میگن که ما در نهایت هیدن استیت رو که میخوایم بسازیم از یه تابع تانژانت هیپربولیک اینجا ردش کردیم، پس میدونیم که بین -1 تا 1 هست. حالا اینجا چرا باید بین -1 تا 1 باشه؟ ببینید قضیه اینه که اگه این نباشه چی باشه؟ مثلا اگه شما سیگموید بذارید، خروجی این بین 0 و 1 خواهد بود. بعد چیزی که اینجا جمع میکنه ممکنه اون قدرت رو نده به ما دیگه، یعنی مثلا ممکنه خوب منفی ها رو نتونه مدل بکنه، درسته؟ چون سیگموید منفی ها رو نداره. اگه درست متوجه شده باشم اینه دلیلش، اینه که اینجا یه تانژانت هیپربولیک داریم، اینجا هم داریم. یه مرور کوچیک کنید LSTM رو. LSTM مرور کوچیک آخه حتما یه مرور آخرش میکنم. آیا برای LSTM میشه از تکنیک لورا استفاده کرد؟ ببینید لورا برای ترانسفورمرها استفاده میشه. لورا رو حالا میگم دو جلسه بعد برای ترانسفورمرها استفاده. برای LSTM من ندیدم، حالا نمیدونم شاید بشه جوری مثلا تقلیدش تا که استفاده کرد ولی من ندیدم کسی استفاده کنه. دوستانی هم که رومانایزد یا به قول خودمون فینگلیش می‌نویسن ببخشید من بلد نیستم بخونم، اگه اشکالی نداره با همون در واقع دستخط فارسی بنویسین که من راحت‌تر بتونم بخونم. من اینترنت نداشتم، بخش کوچیکی از کلاس رو کسی ضبط کرده یا خیر؟ اضافه کردن C به FF ها باعث نمیشه که بایاس بشه یا تصمیمش رو تصمیم اثر منفی بذاره؟ اضافه کردن سل استیت به نه، میدونید چرا باعث نمیشه که بایاس بشه؟ بخاطر اینکه اینا شبکه عصبی ان.
فقط اون رو به عنوان یه ورودی میبینه دیگه. نهایتا اگه یاد بگیره از روی داده که نباید زیاد به سل استیت توجه بکنه، وزناشو خیلی کم میذاره. یعنی خود شبکه موقع یاد گرفتن این کارو انجام میده. چون ما نمیخوایم سل استیت رو پردیکت بکنیم، که ما میخوایم بگیم چی رو پردیکت کنیم، چی رو در واقع از سل استیت حذف بکنیم. بنابراین بایاس نمیشه. قسمت زرد رو گفتن یک بار دیگه توضیح بدید. قسمت زرد خروجی سلول ماست، LSTM ماست. ما نهایتا چیزی که توی این حافظه بلند مدت توی این گذرگاه سی داریم رو باید به یه نحوی خارج کنیم از این سلولمون. میایم میگیم خب اعدادش از -1 تا -1 ممکنه بیشتر و کمتر باشه، پس از یه تابع تانژانت هیپربولیک ردش میکنیم که نرمال شه توی این بازه. بعد میگیم خیلی خب حالا این سل استیت رو میخوایم بعد بدیمش بیرون، ولی همش ممکنه تو این مرحله به دردمون نخوره. تو این مرحله یه بخشش فقط به دردمون میخوره، درسته؟ اون بخش رو برای اینکه بتونیم یاد بگیریم یه گیت دیگه سر راهش گذاشتیم، یه گیت فید فوروارد با اکتیویشن سیگموید سر راهش گذاشتیم که این گیت موقع آموزش یاد میگیره که در هر لحظه کدوم بخش از سل استیت رو به عنوان هیدن استیت یا خروجی شبکه برگردونه. فرمودن که قسمت سبز، اتفاقا این زرد است، سبز دیده میشه تو مانیتورشون، رو خروجی سی اثر نمیکنه. نه ما خروجی سی مون دیگه حساب شده، همین رو به عنوان سی ریترن میکنیم میاد بیرون، ولی یه کپی ازش رو میدیم به تانژانت هیپربولیک و ازش هیدن استیتمون رو میسازیم. در واقع ما اینجا که جمع رو انجام میدیم و اینپوتمون رو مینویسیم رو سل استیت، دیگه سل استیتمون بعد از اون تغییر نمیکنه، همون میمونه. خب قسمت بنفش رو هم خواسته بودم. قسمت بنفش هم یه گیت دیگه، یه گیت که این اطلاعاتی که ما قراره حالا آپدیت کنیم و بنویسیم روی حافظه طولانی مدت رو میاد فیلتر میکنه. یه گیت که موقع آموزش یاد گرفته میشه که چه بخشی از اطلاعات ورودی روی حافظه بلند مدت نوشته شود. اگر دیتا ست ما چند 10 سال به صورت ماهیانه باشه، آیا مدل خودش تشخیص میده که این دیتا ماهانه است، یعنی 12 ماه یک بار تکرار میشه رو میتونه؟ نه اینا رو شما فهمیدم منظورتون چیه. منظورتون که به ترتیب داریم. بله مدل این قابلیت رو میتونه داشته باشه که خودش یاد بگیره اگه دیتا کافی داشته باشین که داده های شما یک مثلا الگوی تکراری 12 تایی داره. اگه واقعا الگو تکرار شونده باشه، مثلا الگویی اگه وجود داشته باشه، یعنی مثلا اگه همیشه فروردینا دادتون یه شکل باشه، اردیبهشت یه شکل باشه، بله اون مدل میتونه اینو یاد بگیره. فرمودن که XLSTM رو بیشتر توضیح بدید. من راستش چون خب XLSTM خودش یه مبحث خیلی طولانیه، فکر کنم در همین حد کافیه که بدونید که یه مدل اکستند شده یه LSTM که مثلا تو مدل امش خب یه حافظه ماتریسی اضافه کرده، گیتینگش یه ذره عوض شده، اون اکتیویشن گیتینگش تابع نمایی شده به جای در واقع سیگموید. ولی اطلاعات بیشتر دیگه باید برید پیپرش رو بخونید. پیپرش هم بهتون نشون دادم، اگه خواستید لینکش هم براتون میفرستم، چون دیگه طول میکشه من بخوام توضیح بدم، خودش یه بحث بروزیه و با این دانشی که الان از LSTM دارید اگر خوب یاد گرفته باشید راحت میتونید پیپرش رو بفهمید، مشکلی نداره. فرمودن که منبع یا کتاب در رابطه با LSTM معرفی کنید. ببینید خب نمیدونم واقعا حالا کتاب که مثلا کتاب ایان گودفلو کتاب خوبیه، ولی بهترین منبعی که LSTM رو شرح داده در واقع فکر کنم سال 2014 2015 بود اگه اشتباه نکنم، که کریستوفر اولاه که توی گوگل هم اگه اشتباه نکنم کار میکرد، یه بلاگ پست نوشت راجع به توضیح اینکه LSTM چجوری کار میکنه. سرچ بکنید LSTM فاصله COLAH، شبیه کلاه نوشته میشه COLLAH. و خب بلاگ پست ایشون فکر کنم معروف ترین توضیحیه که برای LSTM وجود داره. تقریبا همه از روم یاد گرفتن، میتونید به اون رجوع کنید. خروجی سل پردیکت نمیشه. خروجی سل دیگه سرراهش هیچ شبکه یعنی CAT سرراهش هیچ وزنی قرار نمیگیره، چون اگه قرار بگیره دوباره گرادین ونیشینگ اتفاق میفته. ما اصلا کلا این سی رو طراحی کردیم که سرراهش هیچ وزنی یا شبکه‌ای قرار نگیره. فرمودن که میشه روی تصویر هم مثل امبدینگ زد، بعد 100% شما تصاویرتون هم نهایتا از یه سری مثلا شبکه کانولوشنال اینا رد میشن، تبدیل به یه سری بردار امبدینگ میشن. بعد همون بردار امبدینگ ها رو شما میتونید به عنوان ورودی بدین به LSTM. گفت فرمودن که XLSTM ساده انجام میشد رو با دقت بیشتری انجام میده.
XLSTM ساختار ساده تری از LSTM پیچیده تره، ساختار ساده تری نسبت به ترانسفورمر ها داره، ولی قدرت بیشتری از LSTM و تا حدی کمتر از ترانسفورمر داره، ولی خب خیلی بستگی به مسئله هم داره. من پیشنهاد می‌کنم خود پیپرشو بخونید، اونجا بیشتر توضیح داده. فرمودن که بوتکمپ LLM هم برگزار کنید. بعد چشم. خانم ماندگاری لطف کردن و لینک بلاگ پست کریس اولاه رو در واقع گذاشتن. بعد میتونید اون رو بخونید، خیلی توضیح خوبی داده برای LSTM. به نظرم اگه وقت دارین همین امشب بخونید، همین امشب که این توضیحاتی که من دادم تو ذهنتون هست، این بلاگ پست در واقع آقای کلاه رو اگه بخونید میتونید راحت درکش بکنید. مرسی، ممنونم ازتون که این جلسه هم با من همراه بودین. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. ببخشید که اینترنت یه ذره اذیت کرد و ببخشید که چون زمانمون فشرده بود من مجبور شدم که خیلی تند مباحث رو بگم. امیدوارم که یاد گرفته باشید. مرسی، شب خوبی داشته باشین. خداحافظ.